فرض کن بتونی به موجودی کارتت 0 اضافه کنی، چه حسی داری؟ مثلا 100 میلیون تومان پول داری اما 1 میلیارد میخوای، کافیه 0 بذاری بغلش، باحاله مگه نه؟ خب شاید فکر کنین اگه همه این کارو بتونن انجام بدن دیگه هیچ فقیری باقی نمیمونه، دنیا گلستون میشه، همه جا خوشی و خورم، همه جا خنده. اما این یک جوک قرنه. روز اول، روز عقده‌گشایی، همه هر چیزی که دستشون بهش نمیرسید و آرزوشو داشتن هجوم میارن میخرن، از گوشی‌های پرچمدار گرفته تا ماشین‌های لوکس و با قیمت بالا، یا حتی خونه، یا حتی موتور و سیستم‌های گیمینگ، هرچی مردم هجوم میارن واسه خرید این اجناس. تا اینجا همه چیز خوبه، البته فعلا. ما تو بازار یه عرضه داریم و یه تقاضا. چند روز پیش شرکت اپل آیفون 17 ای رو تولیداتش رو حسابی کاهش داد. چرا؟ چون که آیفون 17 ای اومده گوشیاشو باریک‌تر کرده ولی عوضش کیفیت باتری رو کلاً از بین برده. پس عرضه زیاد بود ولی تقاضا کم بود. واسه همین اپل تصمیم گرفت که یه ذره تولیدش رو کمتر کنه. اما اگر مردم پول بی نهایت داشته باشن چه اتفاقی میفته؟ تقاضا وحشیانه زیاد میشه ولی عرضه بسیار کم. مثلا 50 میلیون نفر برن آیفون 17 بخرن، آیفون 17 بخوان. اصلا همچین تعداد دستگاهی تو اروپا وجود نداره. واسه همین تن استیو جابز بیچاره تو گور میلرزه که نمیتونه نیازهای مشتریاشو برآورده کنه. اما شاید با خودتون بگین خب شرکت ها بیشتر تولید میکنن، اما به این راحتی ها نیستش. نیروی کار میخوان، کارخونه های بزرگتر میخوان، پول زیاد میخوان واسه این که مواد اولیه بخرن، یا اگه اونا بتونن 0 اضافه کنن به موجودشون بازم مواد اولیه اونقدری نیستش، یا ممکنه چند سال طول بکشه. این بحث توی مواد غذایی و غلات بیشتر خودشون نشون میده. یعنی کمبود مواد غذایی رو ما بیشتر احساس میکنیم، مخصوصا برنج و غلاتی که یه ذره گرونتر هستن. واسه همین اینجا گاورمنت که همون دولت معنی میده وارد عمل میشه و یک برنامه میچینه. اون چیه؟ یه فرمول داریم y ضرب در p مساوی است با v ضرب در m. y میشه تولید واقعی، p سطح قیمت ها، v سرعت گردش پول و m عرضه پول. اگه این فرمول رو استفاده کنیم میفهمیم که با این اتفاق چه اتفاقی میفته. میتونیم پیش بینی کنیم. دولت میاد قیمت همه محصولات رو زیاد میکنه و تورم فوق العاده بالایی کشور رو درگیر میکنه. تورم فوق العاده وحشتناک، مثبت 1000% افزایش قیمت، شاید هم بیشتر. اما خب تأثیر نداره، چون هر چقدر 0 به قیمت محصولات اضافه بشه شما هم به موجودی کارتتون 0 اضافه میکنید. مشکلات دیگه که ایجاد میشه سقوط ارزش پول ملیه، از اینی هم که هست بیشتر بی ارزش تر میشه، به هم ریختن بانک ها و معاملات و کمبود و کمیابی مواد غذایی، کلا همه چی. ایده کمونیستا یه چیز شبیه این بود. یعنی چی؟ یعنی همه برابرن تو جامعه، همه باید حقوق یکسان بگیرن، همه چیز واسه همه است و واسه همینه که هیچ کس کمونیست نشد، چون اگه اجرا بشه این ایده همچین مشکلاتی درگیر جامعه میکنه. پس بهتر که تو همین حالت عادی باقی بمونیم و به همدیگه کمک کنیم. منظورم اون پولداراییه که چندین میلیون دلار پول میدن واسه خریدن موز چسبیده به دیوار، ولی به یه فقیر که هیچی نداره واسه خوردن یه ذره هم کمک نمیکنه. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه ما بودین. ساب و لایک این ویدیو فراموش نشه. موفق باشید.